ما از نظر نتیجه بخوایم نگاه کنیم به استانداردهای جهانی خیلی نزدیکیم و تو بعضی جاها کاملا با در واقع مراکز خوب دنیا قابل رقابتیم. میزان بقای یک ساله پیوند اگر تو پیوندهای در واقع غیر اورژانس حساب بکنیم، پیوندهای الکتیو به قول ما، تو اکثر جاهای دنیا بین 85 تا 91-2%. مال ما هم در همین رنجه. ما از 86-7 داشتیم تا 91 به حسب سالهای مختلف. میزان بقای 3 ساله یه چیزی حدود 80 تا 85% که مال ما هم باز حدود 85%. بقای 5 سالش تو اکثر مثلا تو متوسط آمار امریکا 72-3%، 75%، مال ما 77%. بنابراین از نظر نتایجمون کاملا با دنیا قابل رقابت، خوشبختانه. اینه که دارم میگم مال بیمارستان امام هست. مثلا فرض کنیم پیوندهای اورژانس میزان بقا بین 60 تا 70%، مال ما هم 65-6% بوده. یعنی اینکه میخوام بگم اون تکنیک و اون مراقبت به اندازه کافی توسعه پیدا کرده که نتیجه مشابه مراکز خوب دنیا به دست بیاد. توی دیما در واقع تجربه جالبی بود که توی مثلا 8 روز 10 تا پیوند زدیم، یعنی بعضی روزا 2 تا. ما باز این تجربه رو داشتیم که توی یه روز 3 تا پیوند داشتیم، یعنی 2 تا پیوند کبد داشتیم برای 2 نفر و یه پیوند کلیه پانکراس هم انجام دادیم همون روز، چون دهندش بود دیگه. وقتی دهنده است ما همه باید بیایم.